یک ساکن 27 ساله ترسونزاده به قصد کشتن خوشدامن سابقش عیبدار می شود. بنا به گزارشی که شام 4 اکتبر سال 2023 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد، غیرت قوزی مرادوف سال تولدش 1996 ساکن دهه خوجان قشران در کنار شهر ترسونزاده شب 20 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 23:30 دقیقه برون نقاب کشیده با کارد مسلح شده است و با روی پنهانی وارد منزل زیست خوشدامن سابقش اشبوری و محبت در جماعت به نام تویچیف شده زن را که در بستر خوابش خواب بود 5 ضربه کارد زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته فعلا در بیمارخانه تحت طبابت قرار دارد. وزارت کارهای داخله میگوید غیرت قوزی مرادوف سال 2016 به دختر اشبوری و محبت خانه‌دار شده بود، ولی به سبب فرزنددار نشدنشان عائله آنها فرو پاشید و اشبوری و اخیرا دخترش را دوباره به شوهر داده است. به نظر تفتیشات زمین یعنی به کسی دیگر به شوهر دادن همسر سابقش غیرت قوزی مرادوف را به سوی قصد به جان خوشدامن سابقش تحریک داده است، چون که او در ویران شدن عائله‌اش خوشدامنش اشبوری و محبت را گناهکار می‌دانسته است. خود قوزی مرادوف و نزدیکان او برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی تفتیشات میگوید حمله شبانه او به منزل خوشدامن سابقش وقتی صورت گرفت که نیمه شب بود و خوشدامن سابقش اشبوری و محبت در خانه‌اش امروی دو نبیره خردسالش مست خواب بوده است. گفته می شود کودکان بیدار شده داد و فریاد برداشتند و داد و فریاد کودکان را شنیده دیگر اعضای خانواده اشبوری هم بیدار شده به جای حادثه می آیند و قوزی مرادوف از ترس آشکار شدن شتابان رو به فرار می آورد. به گفته تفتیشات از بس که ضربه های کارد به اعضای حیاتاً مهم بدن اشبوری و زده شده بود، جبر دیده در جای حادثه اساش رفته بود و او را در همین حال مدوشی با ماشین یوری تعجیلی به بیمارخانه بردند و او را با یوری طبیبان به هوش آوردند. به ضد غیرت قوزی مرادوف بر اساس ماده 147 غیر قانونی وارد شدن به منزل، ماده 104 سوی قصد آدمکشی پرونده جنایتی گشودند. به او از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک به خصوص کشته شدن همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار همسران و سوء قصد به جان آنها در اکثر موردها در زمینه رشک صورت میگیرد.